خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. ما عرض کردیم مکرر که همه حرکتی که بشریت در سایه تعالیم انبیا در طول این قرون متمادیه انجام دادند، حرکت به سمت جاده اسفالته عریضی است که در دوران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سمت اهداف والا کشیده شده است که بشر در اون جاده حرکت خواهد کرد. مثل اینکه یک جماعتی از انسانها در کوه و کمر و راههای دشوار و باطلاقزارها و عرض کنم که خارستانها همینطور حرکت دارن میکنن با راهنمایی های کسانی تا خودشون رو برسانن به اون جاده اصلی. وقتی به جاده اصلی رسیدن راه باز است، صراط مستقیم روشن است، حرکت در اون آسان است، راحت در اون راه حرکت میکنند. وقتی به جاده اصلی رسیدند اینجور نیست که حرکت متوقف بشود، نه، تازه حرکت شروع می شود به سمت اهداف والای الهی، چون ظرفیت بشر یک ظرفیت تمام نشدنی است. در طول این قرون متمادی بشر حرکت کرده است از کجراه ها، بیراه ها، راه های دشوار سخت با برخورد با موانع گوناگون، با بدن رنجور و پای مجروح شده و زخم‌آلود در بین این راه‌ها تا خودش برسانه به این جاده اصلی. این جاده اصلی همون جاده زمان ظهور است، همون دنیای زمان ظهور است. حرکت از اونجا هستن، حرکت بشریت به یک معنا از اونجا شروع میشه.